الحمد لله الذي جعل للحق ناصرا وللباطل قاهرا، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل السنة والجماعة، أي أهل السنة والجماعة، أي موحدين، أي غرباء، خوشا به شما، طوبى لكم، خوشا به شما، سلام و درود و رحمت الله به شما. الله حفظتان بکند، ثابت باشید و صادق باشید و با منهج دین خود را در اساس قرآن و سنت و فهم سلف این امت بگیرید. بینگرید، نظر کنید به دو طرف خود، به جاهلان غلو کردگان و جاهلان خیانتکاران و فروخته شدگان و جهمی ها، و عجائبات قدرت الله را ببینید و به الله سبحانه و تعالی گشته و برگشته حمد بگویید. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. حمد و ثنا و ستایش و شکر مر الله سبحانه و تعالی را که ما را هدایت نموده است و به ما توفیق عنایت نموده است که در این راهی حق باشیم، پیروان قرآن و سنت با فهم سلف این امت باشیم. و اگر الله ما را هدایت نمیکرد، هدایت کننده نبود. امروز چیزی عجیبه را ذکر میکنم و رد خواهم زد و جواب خواهم گفت. یکی از اونها این بوزیچه خراسان است، به نام خراسانی، اما نامش عبدالحمید خراسانی بود، والله اعلم، ولیکن مشهور است به خراسانی پنشیری که خود را به طالبان انداخته بود، همراه طالبان بود و بالاخره روز از روزها انا همین عبدالحمید خراسانی طالبانی برآمد. وقتی که حکومت تاجیکستان قانون جدیدی را در پارلمان کفری و شرکش قبول کرد که در اون قانون در زیر لباس ملی پوشیدن حجاب، پوشیدن نقاب و پوشیدن لباس عفت زنان مسلمان موحده را جنایت اعلان کرد و پوشیدنش را حرام گفت و تهدید کرد به بالای مسلمان ها. انا همین انسان عبدالحمید خراسانی پنشیری طالبانی خست، در پهلویش یک کلاشنیکوف را گذاشت با لباس های زیبا، با ریش های بزرگ روغن کرده، با سله ها، خیلی هم حکومت کنونی طاغوتی تاجیکستان را تهدید و اعلان جهاد کرد. در همان روز همه شما از این قصه شاهد هستید، همه با خبر بودید و تا به حال هستید. بسیاری ها فریفته این عبدالحمید خراسانی طالبانی شدند، خیلی ها هره هره کردند و بسیاری ها الله اکبر گفتند. البته حزبی ها هره هره کردند و بعضی از مردم عادی الله اکبر گفتند و بعضی از طالب علم ها نامه ها بخشیده شده به عبدالحمید خراسانی طالبانی نوشتند، مدح و ثنا کردند عبدالحمید خراسانی طالبانی را و گفتند آینده اسلام در تاجیکستان، بهترین مرد شجاع، لقبهای بزرگترین امروزه بوده را به او عبدالحمید خراسانی طالبانی گذاشتند. اما یگانه فرقه که در این مسئله خاموش ایستاد و به این بازی ها داده نشد، ما اهل سنت و الجماعت بودیم. ما خاموش ایستادیم و خاموش ایستادن ما هم از سبب در حیرت زده شدنمون نبود. ما انیق و دقیق میدانستیم که این انسان جاهلی، یک احمق بی‌تمیز بیش نیست. این هم همراه دیگر طالبانی انا همون بیفهم است. این هم یک بازی است، خودنمایی، شهرت بازی است. زیرا کسی که عقیده ندارد، عاقبت ندارد، کسی که توحید ندارد، نجات ندارد، کسی که در منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشته نیست، کسی که در منهج سلف این امت نیست، او دعواهایش، او غلاغلهش، او شجاعتمند، عاقبتش وای هست. ما میدانستیم که اینها بوی از توحید ندارد، بوی از عقیده ندارد. عبدالحمید خراسانی طالبانی، برای همین گفتیم الله هدایتش بکند. اینقدر نیتی که خود دارد الله هدایتش کند، اما ظاهرا حالا گمراه است. آدم گمراه در منهج اعلانهای بزرگی کردهش فقط به ضلالت میره.
اندک نگذشت، تقریبا چند ماه، 1 ماه 2 ماه گذشت، انا حالا 2 ماه 2.5 ماه هست. دیروز یک خطاب جدیدی انا همین عبدالحمید خراسانی طالبانی پنشیری برآمده است که پیشتر 2 ماه پیش امام علی را خیلی تهدید کرده بود: ای امام علی کافر، ای حکومتی کافری، اینو آن گفته بود. حالا ببینید برادر عزیز ما بگذارید که چی میگوید و بعد از این به این سخن جدیدش جواب خواهیم داد. برادر عزیزم هستید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی محمد رسول الله. اما بعد، با درود و سلام خدمت هموطنان عزیز، بخصوص مردم تاجیک و مردم با فرهنگ تاجیکستان. امیدوار هستم که صحت و سلامت و در پناه رب العزت باشین. قبلا ما سخنان در مورد دولت تاجیکستان و شخص محترم امام علی رحمان رئیس جمهور محترم تاجیکستان داشتیم که او سخنان ما به اثر از این بوده که اطلاعات درست و دقیق ما شناخت از مردم تاجیکستان و دولت و شخص رئیس جمهور محترمشان نداشتیم، ولی به اثر تحقیقات و اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، دولت تاجیکستان دولت اسلامی و مردمش مردم مسلمان و در تاریخ معاصر و گذشته از آن مردم تاجیکستان و مردم تاجیک در کل افتخاراتی در اسلام آوردن که در هیچ قوم صادقانه بگوییم که نظیر نداشتند. شما ببینید از جمله افتخارات آنها امام بخاری رحمه الله، امام ترمذی رحمه الله، امام مسلم رحمه الله، امام ابو حنیفه رحمه الله و همینطور از تاریخ مبارزات و آزادیخواهی ها و فرهنگ و تمدنشان که از شخصیت جناب رودکی و مولانا و از اسماعیل سامانی رحمه الله و همینطور افتخارات دیگر مردم تاجیک زمین داشتند که تا به این دم باعث افتخار بشریت بودند در بین سرزمین های آسیایی. یک تاریخ بی‌نظیر و تاریخ زرینی داشتند. بنابراین ما از آنچه که اظهاراتی که قبلا در مورد دولت تاجیکستان و شخص رئیس جمهور محترم تاجیکستان داشتیم، قلبا از مردم تاجیکستان و دولت محترمشان پوزش می‌خواهیم. مردم ما یکی هستیم و یک ملت هستیم و ما باید صاحب تمدن بسیار عالی هستیم. خواهش ما از جوانانشان این است که فریب حلقات مفرط، فریب گروه‌های جنایتکار، فریب گروه‌هایی که ربطی بر اسلام ندارند و مطالعه درست و دقیق از اسلام ندارند نخورید و جوانانی که فریب خوردن برگردن به خانه‌های خود، سر زندگی خود و آرام زیر یک حکومت اسلامی زندگی کنند. امیدوار هستم که پیام مرا سوی تفاهم برای شما نشود. کدام جبر و اکراه و کدام زور بالای ما نیست و کسی کدام فرمایشی هم بالای ما کسی دادن نمیتونه. بینن حقیقت همین است که ما حقیقت را دریافتیم و ما برای مبارزه بر دفاع از حقوق تاجیکان و مردم آزاده کشور خود ما و دفاع از امت مسلمان مبارزه اسلامی خود ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله المستعان. اکنون دیدید همون کسی که 2 ماه پیش در پهلویش یراق گذاشته، پیش و چپ و راست همه را تکفیر کرده، اعلان جهاد کرده بود، بعد از 2 ماه میگوید که ما خطا کردیم. میگوید این تاجیکستان یک حکومت اسلامی است. امام علی رحمان جناب محترم امیر المؤمنین هستند در تاجیکستان. معنای سخنش این است حکومت اسلامی باشد پس حاکمش امیر المؤمنین است و میگه دعوت میکند شما را ای تاجیکا، میگه در عالم ای تاجیکستانی ها، شما بازگردید به دولت اسلامی تاجیکستان، خوشنود و خرسند در همین حکومت کشور مسلمانتان زندگی بکنید. و بعد از این از اولی سخنش تا آخری سخنش به قومگرایی تاجیک 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 دعوت میکنه. کفر فوق الکفر، کفر بالای کفر، زلالت بالای زلالت. عبدالحمید خراسانی پنشیری با همین سخنش
کافر است، مشرک است. اگر پیش از این خودش مسلمان گفته باشد آشکار و واضح، باید بداند که کافر است، باید توبه بکند. یکم مناط کافریش نخواد یک حکومتی که مطلقاً از حرف الف تا یا به حکم غیر الله حکم کند، یک حکومتی که مسلمان ها را به خاطر اسلام میکشد، از آن را حرام کرده، من کرده، درست نیست میگه، مسجدها را رقاصه خانه کرده و شراب خانه کرده، حجاب را من کرده و تمام حرام های الله را جایز گفته، همین حکومت اسلامی، یعنی همین حکومتی باشد که الله از او راضی باشد و همین حکومت در قرآن و سنت همچنین ذکر شده باشد که بله انا همچنین حکومت داری. مرحمت این انسان میگه که بله همین است، حکومت همین است که میگه حکومت اسلامی همون حکومت بوده است که به ضد قرآن و سنت جنگ شود، زنا حلال شود، زن دوم گرفتن حرام شود، از آن گفتن حرام شود، تمام مسجدها بر رقاصه خانه مبدل شود. همین بوده است حکومت اسلامی. پس کسی که حکومت اسلامی را همچنین میگوید، از نام قرآن و سنت میگه که همین حکومت را الله خواسته است، میگه کافر است، مرتد است، کفر بر طاغوت ندارد. الله سبحانه و تعالی حکم بغیر ما انزل الله را، حکم غیر الله را طاغوت نامیده است. در سوره نساء 60 الله سبحانه و تعالی میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الف لام را احسب الناس ان یترکوا. البته این حالا ذهنم به دیگر باید رفت. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء میگوید فلا و ربک، این یک آیت است، این آیت سوره نساء 65 است. فلا و ربک لا یؤمنون حتى یحکموک فيما شجر بینهم ثم لا یجدوا في انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. الله میگه که قسم به رب تو ای محمد، الله به خودش قسم خورده میگه، الله میگه که قسم به رب تو ای محمد، اینها مسلمان نیستند، کافرند تا همان زمانی که به حکم تو حکم نکنند. هر کسی که به حکم محمد رسول الله آورده حکم نکند این کافر است و این را الله قسم خورده حکم کرده است. شاء من شاء ابا من ابا، هر کسی خواهد بخواهد، هر کسی نخواهد نخواهد، هر کسی راضی می شود راضی می شود، راضی نمی شود نشود. هر کسی که به حکم غیر الله، هر کسی که به حکم غیر رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده حکم میکند، قسم به الله خود الله او را تکفیر کرده کافر است. و الله در آیت پیش از این آیت 60 حکم غیر الله را حکم طاغوت مینامد و میگوید الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. ای محمد صلی الله علیه و سلم، آیا دیدی کسانی که دعوا میکنند که ما مسلمان هستیم ولی میخواهند که مراجعت به محکمه های طاغوتی کنند، میخواهند که حل و فصل کردارهاشون به حکم غیر الله باشد، به حکم طاغوت باشد، در حالتی که الله اونها را امر کرد که به حکم غیر الله به همین طاغوت کفر ورزید. حکم غیر الله طاغوت است، حکم کننده به حکم غیر الله طاغوت است. حاکمی که به حکم غیر الله حکم میکرد طاغوت زنده، خود حکم طاغوت معنوی. افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. آیا حکم جاهلیت رو میخواهید؟ و کیست آنی که حکمش بهتر از حکم الله باشد؟ قومی. ببینید حکم الله زیباترین، عادلترین، کاملترین حکم است و حکم غیر الله جاهلیت و طاغوت است. ولی در آیت دیگر الله سبحانه و تعالی میگه ولا یشرک فی حکمه احد، در حکم الله کسی را شریک قرار ندهید، مشرک نشوید، یعنی به حکم غیر الله حکم نکنید. این چنین آیات ها را ده ها می توانیم به شما بگیم. این الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایاه، همه حکم از آن الله هست و الله شما را امر میکند که بجز الله کسی دیگری را عبادت نکنید، یعنی تنها به حکم الله حکم بکنید سبحانه و تعالی. و من لم يحكم بما انزل الله
فاولئک هم الکافرون. هر کسی که به حکم الله نازل کرده حکم نکند پس اونها کافران. این کنایه‌ها زیاد است. این دلالت میکند که هر حکومتی که به حکم غیر الله حکم میکند این حکومت اسلامی نیست. این حکومت را حکومت اسلامی گفتن و دیگر مردم را فریب دادن و دعوت کردن که بروید در حکومت اسلامی زندگی بکنید، این کفر اکبر صریح است، کافر است این چیز. و غیر از این آخر که ظلم بیدادی که به بالای مسلمان ها است، از مسئله توحید و به مسجد تا 18 ساله نرفتن و اذان من کردن و حجاب من کردن، همه این به تمام عالم معلوم و مشهور است. اما ناگفته نماند که انا همچنین جهلا شما مردم مسلمان عامه را فریب میدهند. یک چند سال است ما به شما میگوییم که مردم مسلمان در افغانستان، در ایران، در تاجیکستان به انا همچنین انسانهای جهلا، مجهول الحال یا کسانی که بوی از اعتقاد توحیدی و منهجی ندارند به شعار پرتایی های اینها، به سخنهای بلند اینها، به جهادگویی های اینها هرگز باور نکنید، زیرا که اینها بعد از یک لحظه فروخته می شوند. یک ماه پیش اعلان به جهاد گفته همه را جمع کرده بود، امروز مرحمت میگه که خطا کردم. حالا که میلش خطا کرده و خاموش باشد میگه این حکومت اسلامی است. والله عیاذ بالله. مشکلی اینجاست. خود حکومت تاجیکستانی که در تاجیکستان است، هر کسی که حکومت تاجیکستان را در درون تاجیکستان اسلامی بگوید او را زندان میکنه. از نظر قانون طاغوتی تاجیکستان عبدالحمید خراسانی جنایت کرده است، گویا برای اینکه حکومت تاجیکستان در قانونش کفریش نوشته است که تاجیکستان یک حکومت دموکراتی اونیتری است، مستقل، یک حکومت اونیتری مستقل دموکراتی است و هر کسی که همین حکومت را اسلامی بگوید یا غیر همین را بگوید او را جنایتکار میگوید. یعنی این حکومتی قانونهای طاغوتی حکومتی است که از نظر قانون طاغوتی تاجیکستان حالا عبدالحمید اگر در تاجیکستان باشد همچون این و آن به بالش تهمت ها می شود. یعنی ببینید کسانی که طاغوت پرستی میکنند باز جزا میگیرند، طاغوت پرستا هم باز جزا میگیرند. این یک عذاب الله، این یک عقاب الله به این خبثا است. برای همین ما به شما میگوییم که حکومت طاغوتی هرگز اسلامی نیست و حکومت اسلامی هم هرگز طاغوتی نیست. فرق بین زمین و آسمان است. ما نباید اینش را به اینش و این دیگرش را به دیگرش آمیخته کنیم و این آمیخته کردن این تلبیس است، این فریب دادن مسلمان ها است. و ثانیا خیلی گفتیم در آینده هم برای شما مسلمان ها انا همچنین سله‌دار، ریشدار، جلتکدار، ریش‌های روغن کرده در هر دو پهلوش یراق‌ها گذاشته، کلاشنیکوف گذاشته ویدیو میکنند و شما را دعوت به این قیام و جهاد و این آن کردنشون ممکن است. ولی اولین چیزی که مردم مسلمانی عامه باید به اون اهمیت دهد این عقیده است، این توحید است، این توحید است. مرحمت یک برآمد مشهور شد، حالا از سخنش میفهمید که این حالا مسلمان شدگی نیست، اما می براید درباره همه چیزها صحبت میکند والعیاذ بالله. و بعد از این میگوید که جناب محترمی این و آن، البته که یک کافر مشرک را مسلمان می حسابد. و همین است که این جهلا حقیقتشان آشکار شد، این جهلا حقیقتشان آشکار شد، این صوفی ها حقیقتشان آشکار شد. حقیقت این همین است. مردم تاجیکستان، بسیاری مردم مسلمان تاجیکستان یا بسیاری جوانهایی که خودشان را مسلمان میگویند اما از بسیار نازکی ها بیخبرند، از نازکی ها بیخبرند، به آموختن علم عقیده مشغول نیستند، بعد از سخن این عبدالحمید خراسانی طالبانی پنشیری خیلی خرسند شده بودند، خیلی
انا گفته بودند و بار دیگر امید کردند که افغانستان این است و آن است. نه، نه، تو به این چنین بی عقیده ها، بی توحید ها، مشرکین، دلال امید نکن. امید پوچ است، پوچ. ما عیناً همین چیز را در بالای حزب نهضت مشرکی شیطانی که خودش اسلامی میگه تاجیکستان 10 سال است که میگوییم به شما که به اینها امید نه. این شعارهای اینها دروغ است، شعار حزبی، شعار صوفی، شعار یعنی خیلی انسانهای جاهل. این شعار پرتای دروغ است. اینها برای فقط استفاده کردن این کارها را میکنن. شما را استفاده میکرد یا آبروی خودش، شهرت خودش، یا به خاطر تجارت، به خاطر پول منصب، یا به خاطر کرسی و غیره. کی کشته میشود؟ مسلمان. و در آخر میادو ضد اسلام جنگ میکنه. خیلی که حزب نهضت شرکی هم در تاجیکستان جهاد 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 گفت، چند صد هزار انسان ها مردند. در آخر آمدند و گفتند که در اسلام حکم کردن به حکم الله نیست، در اسلام این نیست آن نیست. بالاخره همه چیز انکار کردند. برای چی؟ برای اینکه به مقصد و مرامشان رسیدند، اما الله سبحانه و تعالی خورشون کرد. پس مردم مسلمان باید بیدار باشند. مردم مسلمان به هر شعار یک بار باور کرده از دینشون هم دنیایشون هم محروم نشوند. انا کسانی که به انمون عبدالحمید خراسانی پنشیری پیروی کردند، به او مخلص شدند، اگر به همین گفته های آخرش باور کنند، اعتقاد کنند، به او گویند که بله این سخنش درسته، اینا هم کفر میشن. هر کسی که به این سخن همین راضی است کفر است. اما نقطه دیگر، حالا ما مختصرا کفراش رو بیان کردیم، اما نقطه دیگر اینجا این است که والله ما از افغانستان همیشه بوی قومگرایی رو میبینیم. از بسیار دعوتگراش هم بوی قومگرایی رو دیدیم و از انا همچنین یراق بدست هاشم، سلاح بدست هاشم بوی ملیگرایی قومگرایی رو میبینیم. حالا انمین عبدالحمیدی خراسانی طالبان پنشیری این خبیث به دعوت ملیگرایی برآمده. سلام به شما مردم عزیز تاجیک میگد. سلام به شما مردم مسلمان تاجیک نمیگوید. مسلمان تاجیک از مجوس تاجیک، البته که سلام برای مسلمان است، برای مجوس نیست. این قومگرایی است. و بعد از این میگد که ما تاجیکا فخر میکنیم به فلانی و فلانی ها و ما تاجیکا باید این کنیم و آن کنیم و ما تاجیکا فقط میگد که ما تاجیکا سربلند بودیم، سربلند هستیم، ما تاجیکا یک جا هستیم. یعنی همه تاجیکا میگد اگرچه این حکومت نمیدونم کفر از شرک است، لیکن از آن تاجیکا که هست شما باید این رو اسلامی گویید. این است ملیگرایی. و ملتگرا انا همین یک طاغوت پرست دیگر است. الولاء خودش را، البراء خودش را، دوست داشتنش و بد دیدنش در اساس ملتش است. کسی را مسلمان گفتنش یا کافر گفتنش در اساس ملتش است. هر کسی که از ملت او باشد بهترین مسلمان است. اگرچه حکومتش کافری باشد از ملت او حکومتش اسلامی است. هر کسی که از ملت او نباشد او را کافر میگن. این است ملیگراها. ملیگرایی یکی از طاغوت پرستی است. ملیگرایی یکی از رسمانهای شیطان برای گمنام کردن این مردم است. وقتی که مردم به غضب الله گرفتار میشوند، سرشوی غضب الله به همین واسطه ملیگرایی است. ملیگراها را الله خوار و ذلیل میکند و شکستشان میدهد. و پیامبر صلی الله علیه وسلم میگن که لیس منا من دعا بدعوت الجاهلیه. از ما نیست کسی که دعوا کند به دعوای جاهلی. یک از دعوت جاهلی همین ملیگرایی است. فلیس منا من دعا بالعصبیه. از ما نیست کسی که از قومگرایی و از ملتگرایی دعوا میکند. از این سخنهای این فقط ملیگرایی دیده میشه. پس این دلالت میکند که لباسهاش زیبا هست، ماشاءالله تبارک الله، ریش‌های زیبا، سله‌های زیبا، ظاهر خیلی لباس‌های شکل زیبا، اما عقیدتاً مشرک است، خائن است، فروشنده مسلمان‌های عامه است.
به فتنه گرفتار کننده مردم عامه هست. پروای به خون مردم، به مال مردم، به دین مردم، به ایمان مردم ندارد. هر لحظه خواست به خاطر خودش مردم را به خون و خان میریزاند و هر لحظه خواست مردم را به خاطر شکم خودش مردم را به کفر شرک و ضلالت میدرارد. پروا نه به دین و نه به دنیای شما دارد. یک ملتگرای خبیثه، یک تاجر دین بیش نیست. امین عبدالحمید نیست. فریفته نشوید و از اینها انتظار هم نباشید. از اینها انتظار هم نباشید. و خوشا به حال کسانی که حقیقت اینها را میشناسند. اما حالا ما باز میگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان علما اصول، خاک بر سر شما علما اصول، چهرهاتون سیاه بود علما اصول، خیانتکاران، شرمنده ها، دین فروشان، خدمت کنندگان طاغوت شب و روز در خدمت طاغوت صادقانه و ثابتانه ایستاده. الله سبحانه و تعالی کارتان بکند، ولی چهره واقعی شما را الله سبحانه و تعالی به مسلمین مؤمنین نشان داد. یکی از همونها حاجی میرزا پلکاونیک حاجی میرزا کل. این طاغوت پرست هرگز برای دفاع اسلام، برای دفاع توحید نمیخست، خرسند هم نمیشد. هرگز یگان مراتبه لا اله الا الله را برای دفاع کردن نخسته و از شنیدن لا اله الا الله خرسند هم نشده است. همیشه ضد توحید میخیزد، مبارزه میبرد، اما در دفاع حق خاموش است. در دفاع طاغوت در صف اول است. حقا که الله سبحانه و تعالی گفت الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. آنهایی که ایمان آوردن به الله به روز قیامت، اینها کسانی هستند که به خاطر دین الله مبارزه میبرند و جنگ میکنند. راست ثابت قدم به خاطر الله می ایستند. مبارزهشون، جنگشون، ثابت ایستادنشون همیشه به خاطر الله است. اما آنهایی که کافرند مبارزه اونها به خاطر دفاع طاغوت است. مگر شما مسلمان های تاجیکستان انا همین علما و سو گمراه کشتگان را آشکار و واضح ندیدید؟ آیا ندیدید که در مدت یک چند سال همیشه اینها در صف اول می ایستند، مبارزه میبرند در دفاع طاغوت، به اهل توحید، به توحید مبارزه میبرند و طاغوت دفاع میکنند و هرگز برای دفاع دین الله نخسته. مثالی از همه عادیش وقتی که قانون کفری، ظلمی، دیکتاتوری در تاجیکستان برای منع حجاب صادر شد، حاجی میرزا کجا رفت؟ یگان کلمه صحبت کرد؟ تا وقتی که من او را ندا نکردم های حاجی میرزا کجا هستی؟ مرده یا زنده؟ نبرآمد. بعد از 1-2 هفته برآمد و باز مرا دشنام داد و با رفت به خواب مردهش. وقتی که مسجدها به رقاصخانه ها تبدیل یافتند، مبدل کرده شدند، وقتی که مناره های مسجد کوچانیده شدند، وقتی که از آنها گفتنش منع شد، وقتی که مردها یا گفتیم فرزندهای مسلمان به مسجد رفتنش تا 18 ساله منع شد، تمام کفر و فسق و ضلالت آشکار است. آیا یگان مراتبه برآمد از حقوق مسلمان ها دفاع کرد؟ یگان مراتبه برآمد از دین الله که قرآن و سنت است دفاع کرد؟ آیا به خاطر دین الله یک قدم پایش را بیرون از منطقهش گذاشت و به دین الله سبحانه و تعالی غم خورد؟ نه، هرگز نه به اشاره نه به کنایه هرگز دین الله را حمایه نکرد. روزی از روزها برآمد و گفت
درس های طالب علمان اهل سنت را، ابو محمد مدنی و غیر، ابو اسامه رحمه الله را گوش نکنید. بجای این درس ها فیلم های هندو بینید. همین نبود مگر مردم را به دیدن فیلم های کفری شرکی هندویی دعوت میکرد؟ وقتی که ضد مسلمان ها کار میشد این خوب بود. اما عبدالحمید خراسانی پنشیری طالبانی مشرک وقتی که برآمد و حکومت تاجیکستان را اسلامی و طاغوت کلانیش، انا همون بارک الله فیکم امام علی کافر را جناب محترم مسلمان این آن گفت، فردایش یا همان روزش یک و یک باره پالکوونیک حاجی مرزای کل جاسوس برآمده است. خرسند خیلی هم تعبش چاق، ماشاءالله چشم رویش کشاده، تعبهای خیرش رفته، بالیده، زیبا. میگه جناب محترم جناب عبدالحمید خراسانی رحمت به شما، تشکر به شما، خنده زنید. انا این خیل می شود مردم افغانستان بهترینند، اینند آنند میگد. اما دو ماه پیش انا همین حاجی مرزا پالکوونیکی کل گفته بود مردم افغانستان بچه بازن، گفته بود. این ملعون مردم افغانستان را مگر بچه بازن نگفت؟ شما همتون صدها هزار نفر در یوتیوب دیدن که انا همین پالکوونیک خبیث حاجی مرزا برآمد تمام گفت، افغان ها گفت. شما درباره تویسون گپ نزنید، شما بچه بازین. این خبیث ما رد زدیم، ما گفتیم که نباید این سخن بگویی. مرض و مریض در همه جا هستند. اما اینها به خاطر دفاع طاغوت خود کدام ملت را خواهند، کدام قوم را خواهند، کدام عده از مسلمان ها را خواهند، چه تحقیر خواهند میکنند؟ برای آنکه دفاع طاغوت است. غضبشان به خاطر طاغوت، محبتشان به خاطر طاغوت، غضب کردنشان در دفاع طاغوت، بی‌پرواییشان در دین الله است. انمین است طاغوت پرستی. طاغوت پرستی چی است؟ تو طاغوت را دوست داری، چنان دوست داری که طرفداران طاغوت را دوست داری، لشکران طاغوت را دوست داری، اما بدبینندگان طاغوت را بد ببینی. یعنی طاغوت پرستی محبتت و دشمنی و عداوتت به خاطر طاغوت باشد. تو به خاطر طاغوت کسی را دوست داری یا کسی را بد ببینی. حاجی مرزای پالکوونیک طاغوت پرستیش اینقدر واضح است که یک کودک مسلمان میفهمد که دوست داشتنش به خاطر طاغوت حد و کنار ندارد، محبت به خاطر طاغوت حد کنار ندارد و دشمنی و بغض و عداوتش به خاطر طاغوت حد و کنار ندارد. زیرا به خاطر طاغوت وقتی که عبدالحمید خسته و طاغوتش را بد کرده بود، تمام مردم افغانستان را بچه باز و به اینو آنو به غیره گفت که ما البته به او ردش دادیم و این سخنش باطل است، حرام است، طعنه است. امروز به خاطر اینکه عبدالحمید مشرک طالبانی خراسانی پنشیری برآمد حکومت طاغوتی را طرفداری کرد، امروز حاجی مرزا برآمده میگه اکنون شما بهترینید. یعنی بد شدن مردم افغانستان به خاطر یک سخن عبدالحمید بود که حکومت تاجیکستان را به خاطر من کردن حجاب گپ زده بود، و نیک شدن حکومتی یا خوب شدن مردم افغانستان هم به خاطر یک سخن عبدالحمید مشرکی حکومت تاجیکستان را نقض کرد. یعنی محبت و بغض و عداوت پالکوونیک حاجی مرزا به خاطر انا همین حکومت طاغوتی، به خاطر جنابش. انا کن فهمیدید طاغوت پرست بودن حاجی مرزا را کسی که بعد از این واقعا نفهمد، وای بر حالش. طرفداران دوستداران حاجی مرزا، وای بر حال شما مقلدین کور. در روز قیامت همراه این پیشوایتون به عذاب الله رفتن را انتظار باشید. خوبسا به دین الله سبحانه و تعالی ذره قدر و قیمت درجه قائل نیستید. دین الله در نزد شما
ارزشی ندارد. بالاخره حاجی میرزا برآمده است و این کفریات را تصدیق کرده است که بله، تاجیکستان حکومت عادل، حکومت آزاد اسلامی و جنابی گفت است، او گفت است البته جناب مشرکشان امام علی یک امیر المؤمنین است، آزاد است، همه تاجیکا بازگرده در اینجا زندگی کنید و شما تاجیکا در روی عالم اینو آن و اینو آن، همه این طاغوت پرستی. و ما براءت خود را از این نمود اعتقادها و از این نمود انسانها اعلام میکنیم و به شما مسلمان ها توصیه میکنیم که به بازی های اینها گرفتار نشوید، به خاطر شکم اینها دین خود را نفروشید. احمقترین انسان کسی هست که به خاطر دنیا دین خودش را از دست میدهد. اما از این احمق با احمقترین دیگر است که احمقش همین است که به خاطر شکم حاجی میرزا، به خاطر شکم تالیک و طالبان، به خاطر شکم عبدالحمید پنشری دین فروش، دین خودش را به خاطر شکم دیگرها می فروشد. شکم دیگرها سر بشد، تو بیچاره مردکار خار و ذلیل دینت را فروختی. هوشیار باش، زیرک باش، زنده شو، به دینت چنگ بزن و خودت را احتیاط بکن. به دینت چنگ بزن، خودت را احتیاط بکن. چگونه ای که گرگها امروز به گوسفندها شکار میکنند، گرگها گوسفندها را شکار میکنند، بدانید که انا همچنین سبحان الله طاغوت‌ها، دشمن‌های دین به دین شما شکار کرده ایستادند، به دین شما هجوم کرده ایستادند. به خدای خود را احتیاط بکنید، چنگ زنید به دینتون، چنگ زنید به لا اله الا الله. نجات شما تنها و تنها در لا اله الا الله است، در دین الله است، در لا اله الا الله و در دین الله است، دیگر راهی نیست. و به همون چنگ زنید. چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که تمسکوا بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، چنگ بزنید به سنت من و سنت خلفای راشدین مهدیین من. و عیناً همین آیت را شما سوره زمر را قرائت کنید و فکر کنید در بولش که الله میگه و اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هرگاه که در نزد کسانی که ایمان به الله ندارند و به روز قیامت ندارند، در نزد همین بی ایمان ها درباره یکتاپرستی، درباره توحید، درباره اسلام و ایمان لا اله الا الله صحبت میکنی، نفرت میکند، غضبش میآید، کفر میورزد، روی میگرداند، دشمنی میکند، قتلش میآید. اما وقتی که از غیر الله، از طاغوت‌هایش، از بت‌های و شرک‌هایش صحبت میکنی، خرسندانه قبول میکنه. انا همین آیت عیناً به بالای انمین حاجی میرزا و دیگر علما اصولی که در گرد اطراف طاغوت حلقه زده هستند برای همونها است. عیناً همین آیت است. در نزد این علما و طاغوت وقتی که لا اله الا الله را میگوید، توحید را میگوید، یکتاپرستی را میگوید، در مسئله عدل صحبت میکنید، دفاع قرآن و سنت را میکنید، اینها غضب میکنند، از غضب رویشان سیاه میشود، نفرت میکنند، تکفیرتان میکنند، از شما براءت میکنند. اما وقتی که به این خبثا طاغوت ها را تعریف میکنید، ضد دین صحبت میکنید، کفر و شرک را منتشر میکنید، اینها مستبشر هستند، خرسندانه و با یک خرسندی و خوشنودی این کفر و شرک قبول میکنند. مگر شما راضی هستید که ای مردم مسلمان عادی عامه، ای مردم مسلمانان مظلوم، آیا شما راضی هستید که به خاطر همین خبثا دین خود را از دست بدید؟ فکر بکنید. شما چی دارید؟ بله، دنیا ندارید. این معلوم است که مسلمانان تاجیکستان دنیا ندارند.
اندکی اگر دنیا داشته باشند از طریق حرام و رشوه و قمار و این و آن، اندکی کم از طریق حلال. باقی مانده مردم در ذلت و خواری، در باب به خاطر دنیا این طرف و آن طرف مهاجر و سرکوب میشوند و در هیچ جای قدر و قیمت ندارند. دنیا نداره. دنیای شما از دستتان کیها رفته و بس سبب همین علماء السو دین شما هم از دست شما رفته است. پیروی اینها رو بکنید، دین هم نداره. الله المستعان، الله المستعان. اما وقتی که اهل سنت و الجماعه سخن حق را میگویند، طالب علمان اهل سنت و الجماعت سخن حق را میگویند، اینها بدبینی و دشمنی و براءت از سخن حق میکنند. اما ما میگوییم همان سخنی را که علما گفتند. شیخ الاسلام رحمه الله فرمودند: ای مردم، ما این سخن شیخ را به شما میگوییم: الله الله یا اخوانی، الله الله. ای برادران من، ای مسلمانان مظلوم تاجیکستان، تمسکوا به اصل دینکم، چنگ زنید به اصل دینتان. اوله و آخره، اصله و رأسه. اول دین شما، آخر دین شما، اساس دین شما، سرشوی و آخر و ریشه دین شما، و هو شهادت ان لا اله الا الله. این شهادت و گواهی دادن بلا اله الا الله است، نیست معبودی بر حق بجز الله است. و اعرفوا معناها، معنای این کلمه را بدانید، این کلمه را بیاموزید، بفهمید، در بالش مشغول شوید. و احبوا اهلها، اهل این کلمه را، دوستداران این کلمه را، معلمان و آموزندگان این کلمه را، اهل این کلمه موحدین را دوست بدارید، زیرا که الله اهل همین کلمه را دوست می‌دارد. وجعلوهم اخوانکم، اهل این کلمه را، مبارزه برندگان به خاطر این کلمه را برادران خود قرار بده. دوستی شما، موالات شما، بدبینی و بغض و عداوت براءت شما به خاطر ان همین کلمه باشد. ولو كانوا بعیدین، اگرچه این برادرهای شما که اهل لا اله الا الله هستند دور هستند، لیکن دوستشون بدارید. واکفروا بالطواغیت وعادوهم وابغضوا من احبهم او جادل عنهم او لم يكفرهم او قال ما علي منهم او قال ما كلفني الله بهم فقد كذب هذا على الله وافترى. پس کفر ورزید به طاغوت، دشمنی کنید، بغض و عداوت نسبت اونها داشته باشید و بغض و عداوت داشته باشید به هر کسی که طاغوت را دوست دارد و طاغوت را دفاع میکند، از نام طاغوت برآمده به شما بحث و مناظره میکند و یا طاغوت را کافر نمیشمارد و تکفیرش نمیکند، یا میگوید که برای من ضرور نیست که در بالای طاغوت صحبت ها بکنم و ردش زنم، یا میگوید که الله مرا مکلف در کفر به طاغوت نکرده است. بعدشون بینید، بغضشون داشته باشید و تکفیرشون بکنید، زیرا که اینها به تحقیق دروغ گفتند به الله سبحانه و تعالی و افترا کردند و الله همه اینها را مکلف کرده است به کفر به طاغوت. همه مکلف است به کفر به طاغوت. کفر ورزیدن به طاغوت اصل دین است، اصلی لا از رکن لا اله الا الله است و از دعوت انبیاء و المرسلین است. و فرض علیه الكفر بهم والبراءة منهم. کفر ورزیدن به طاغوت را الله به همه مؤمنین و مسلمین فرض کرده است. براءت نمودن از طاغوت را الله سبحانه و تعالی برای همه فرض نموده است. ولو كانوا اخوانه و اولاده، اگرچه این طاغوت برادری تو باشد براءتش کن، این طاغوت پرست برادری تو باشد براءتش کن، فرزندت باشد براءتش کن، چگونه که نوح علیه السلام از فرزند کافر خود براءت کردند. فالله الله تمسكوا باصل دينكم لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا. الله الله به اصل دینتون چنگ بزنید. امیدوار هستیم که شاید با الله سبحانه و تعالی روبرو شوید در حالتی که با الله چیزی را شریک قرار نداده اید. کفر ورزیدن به طاغوت این توحید است، این رکن لا اله الا الله است،
این اصل دین است. بعد دیدن و بغض اونها از اصل دین است. دین بدون این به وجود نمیآید. انا همین گفته ها را انجام بده باذن الله سبحانه و تعالی. امیدوار هستیم که با الله سبحانه و تعالی روبرو میشوی در حالتی که مسلمان و موحد هستی. پس با همین این جواب خود و رد خود را به عبدالحمید خراسانی پنشری طالبانی و پولکونیک حاجی میرزای کل طاغوت پرست به انجام میرسانیم و از الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی موحدین را، مسلمین را، مؤمنین را در زیر قرآن و سنت با فهم سلفین امت، در زیر لا اله الا الله محمد رسول الله دست جمع و همه اشان را یک پارچه و یک رنگ و یک عقیده و یک جمع شده امت یگانه در زیر انا همین قرآن و سنت لا اله الا الله بگردم. الله سبحانه و تعالی از این دروغگویان، خائنان، دین فروشان و طاغوت پرستان امت مسلمه را نجات بدهد. الله سبحانه و تعالی توحید را ظاهر کند، با رغم اینکه اینها نمیخواهند، با رغم اینکه اینها بد میبینند. الله سبحانه و تعالی توحید را نصرت بدهد. هر کسی که نصرت دهنده توحید است، هر کسی که ظاهر کننده توحید است، هر کسی که یک خدمت کوچکی را به توحید میکند، الله به او اجر بزرگش بده. حفظش کن، هدایتش را کامل کن، ثابت قدمش گردان، اجر بزرگی را بده. زیرا که در این زمان غربت نصرت دادن توحید خیلی هم چیزی بزرگ است. الله طاغوت و طاغوت پرستان، خائن و خائنان، این مکاران را، مکرشان را به خودشان گردان، خیانتشان را در چهره های سیاهشان نشان بده. الله خار و ذلیلشان بکن که به امت اسلام بازی کردن نتوانند. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين ونجنا منهم سالمين. اللهم رد مكرهم إليهم، اللهم رد مكرهم إليهم، اللهم رد مكرهم إليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا وأعداء الدين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. برادران عزیز، اگر کسی در همین مسئله صحبت کردنی باشد، بسم الله، تصویر را خاموش نمیکنیم، صحبت بکنید، همیشه یک جای منتشر بشود. بعد از این درس ادامه میدیم. بسم الله. برادران و خواهران و مشایخ، هر کسی در همین قضیه بازی هایی که اینا به دین الله میکنن، از این علما و سوکی چهره هاشون را شناختید، صحبت کردنی باشید، رساله رسانیدنی باشید، به این خوبسا خطاب کردنی باشید. بسم الله بفرمایید. حفظكم الله. تا جایی که انتظار شدیم هیچ کسی صحبت کردن نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اهلا وسهلا برادر. بفرمایید برادر. بارک الله فیکم. البته این بود یک رد ما